اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنگامی که آسمان شق شود و با حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، و هنگامی که زمین هموار شود و آنچه را که در اندرون دارد بیرون اندازد و خوب خالی شود و به حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، در آن وقت است که حقایق برملا می شود. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه. و تو ای انسان بیگمان در راهی که به سوی پروردگار خود داری زحمت فراوان می کشی و در آخر کار با او ملاقی می شوی. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا. پس کسی که نامه اعمال او به دست راستش داده شد با او به زودی و آسانی حساب می شود و به خوشی به سوی کسان خود برمی گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. ولی کسی که نامه اعمال او از پشت سرش داده شد به زودی مرگ را فرا می‌خواند و در آتش فروزان درآورده می شود. انه کان فی اهله مسرورا. بیگمان او در دنیا در میان کسان خود شادمان بود. انه ظن ان لن یحور. واقعا او فکر کرد که به سوی ما رجوع نمی کند. بلا ان ربه کان به بصیرا. نخیر، یقینا پروردگارش به حال او بینا بود. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. پس به سرخی شام سوگند میخورم و به شب و آنچه را جمع‌آوری کرده است و به ماه وقتی که کامل یعنی بدر گردد. بیگمان هر یک شما از مرحله به مرحله دیگر وارد میشوید. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. پس چی شده است ایشان را که ایمان نمی آورند و هنگامی که قرآن به ایشان خوانده می شود سجده نمی کنند، بلکه کافران پیوسته آن را تکذیب می کنند. والله اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. و خداوند به آنچه با خود دارند داناتر است، یعنی به اسرار نهانیشان آگاست. پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده، جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند. برای ایشان مزدی است همیشگی که هرگز به آخر نمی رسد. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.